اکرم سیدالله‌ف ساکن ناحیه باباجان غفورов طول چند سال است که در فرم شیری مالی کооپراتیوی خواجگی دهقانی باباجان مقصود فعالیت میکند. او میگوید با مهنت خود عائله‌اش را تامین میکند. در فرم شیری مالی کооپراتیوی خواجگی دهقانی باباجان مقصود 27 نفر با جای کاری دائمی تامین گشته‌اند. 7 نفر زنها برای داشتنی گاو وابسته بوده از ساعت 6 صبح تا ساعت 8 فعالیت دارند. از این را در وقت نوارگیری آنها را مشاهده نکردیم. دیگر کارمندان برای سری وقت غذا دادن تازه نمودن جای نگهداری چارواها موظف شده‌اند. همچون وای گوسلپا هم شیری و میکنن میپوین اولی که من رئیس بگو منه وای میتن شغلی میتن رقم میتن 700 پول اولی تامین میکنن هر وای از ساعت 8 تا 5 بگو های. خواجگی دهقانی مذکور سال 2009 تشکیل شده در اولی فعالیت شماره چاروائی کلانی شاخدار 218 سر را تشکیل میکرد. امروز باشد این شماره به 350 سر رسیده است. از آن 120 چاروائی شیرده را نگاهبین کرده با این واسطه چندی از شرکت های استحصال محصولات شیری را با شیر طبیعی تامین میکنند. در یک روز از یک سر چاروا تا 10 لیتر شیر گرفته می شود. یعنی خواجگی کооپراتیو تجارتی به نام باباجان مقصود از هر یک 100 سری مادگاه 85 سری نقص گرفته شده بود سالی گذشته. بازی من تا همیشه بروزه 36 سر نقص گرفتگی باردار کنی هم طبیعی هم سنی گذرانده می شود. برای امین داشتن چاروا از هر گونه کسیلی‌های سرایتی به آنها امگذرانی میکنند. در اینجا 2 نفر بیطار یعنی دکتری حیوانات فعالیت میکند که وضع سلامتی چاروای کلانی شاخدار را نظارت میبرند. مسئولان میگویند تا این دم یگان حالت گرفتاری به بیماری‌ها در چاروای کلان به قید گرفته نشده است. کشاورزان برای تامین غذای چاروا نیز تنقیصی نمیکشند. از روی معیار برای یک سر چاروای کلانی شاخدار یمواری آمیخته 4 کیلوگرم، سیلاس جواری مکه 17 کیلوگرم، تربیت یونچقه 10 کیلوگرم، بید یونچقه 2 کیلوگرم، کوخ گندم 1 کیلوگرم مقرر شده. مسئولان هنگام تامین به آن معیار رعایت میکنند. به چاروا در یک روز 3 مرتبه غذا داده می شود. پخولی شغلی 80 تن خوشکی طبیعی که از اون لالمی جمع‌آوری کرده ذخیره می شود. خوشاکو 2 ساله تامین کرده شدگی. سردار شعبه چاروداری سرریاست کشاورزی ولایت سوخت محمود جان محمودزاده اطلاع داد که در مجموع در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در همه شکل‌های خواجگیداری زیاد از 665,000 مال کلان شاخدار پرورش کرده می شود. موصوف درباره دستاوردهای شعبه چاروداری سرریاست کشاورزی معلومات پیشنهاد کرد. تاکید بر آن نمود که برای زیاد نمودن سرشماری چاروای ذاتی و با این وسیله استحصال هرچی بیشتری شیر زمینه خواهند گذاشت. موافق شهر و ناحیه ولایت تا 1 مارس سال جاری در همه شکل خواجگیداری زیاده از 665,000 مالی کلان شاخدار و 356,000 ماده گاو، 1 میلیون نزدیک 1,600,000 سر گوسفند و بوز، 8,361 سر اسب و نزدیک 4 میلیون پرنده پرورش نگاهبین و پرورش کرده می شود که تا امروز از مال کلان شاخدار 3,300 سر نسل سالم درآمد کرده شده. از مال معده شاخدار باشد زیاده از 23,000 سر برای بزغاله درآمد کرده شده است. ساحه چاروداری برای رشد ساحه اقتصادیات در کشور نقشی مهم دارد. استحصال محصولات با صفت شیری از فعالیت پرمحصولی کشاورزان وابسته است. از این رو با مقصد عملی شدن نقشه‌های پیش گرفته در آینده نیز کشاورزان برای زیاد کردن سرشمار چاروا تدبیرهای ضروری اندیشیده ایستاده‌اند. مسئولان شعبه چاروداری سرریاست کشاورزی تاکید کردند که خواجگی‌های دهقانی انفرادی به جز استحصال شیر همزمان چاروای کلانی شاخدار را برای استحصال گوشت پرورش می‌کنند. خواجگی دهقانی و انفرادی که در همه شهر و ناحیه موجود می باشد با از طرف خواجگی شخصانی انفرادی از زیاده است از 20 سر که 200 سر برای پرورش گوشت نگاهبین کرده ایستادند و در ناحیه باباجان غفورов نیز در همین منطقه رخک الکی 5-6 خواجگی که برای پرورش گوشت مشغولند نگاهبین و پرورش کرده ایستادند. در مقیاس ولایت 130 عدد این گونه فرمه‌های خرد و کلان عمل می‌کنند. در ماه ایون سال جاری در نقشه است که در ناحیه مسجد باز یک فرمه چارواپروری تشکیل نمایند. گزارش گل‌حیا کمالزاده و نعیم ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.